یک دو سه. که منصور چخل گذشت پروسیدور مساج بچه اکا مایده اکاشن کک نوین که مرام خریدار دیگر که ایساره تو خیلی کیسه جزی کسی نداره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوستان و برادران عزیز الحمد لله که ایروز در مهمانی ما اکای نعمت منصور حضور در عین حال با همراه اکای بابا جان. سلام علیکم. چه بهترین کیف کشن چون کسر از کیف کشن فکر می‌کنم چی شد. بعد حجام ان شاء الله که احساسات تماما دیگه میشه. قدام دیگه ان شاء الله که حجام گیرین در شهر مسکو و آدرس میکرورایون پیرومای ان شاء الله که اکای منصور حادثه به خودش رو میگویه ان شاء الله بعد از حجامه و ان شاء الله که انتظار باشیم ویدیو رو تا آخر همه شما ببینید چگونه حجامش میکنیم و چگونه مساج همه یعنی واکوم مساج روشنای مساج اپارات مساج مگنیت مساج همش ان شاء الله که میمونه میبینید همتون خطا فی امان الله. با مساج انشالله که تماشا کنیم همگی گفتی اولا که کلگیش همه ببینیم انشالله چخیله و چخیل مساج میروه انشالله ویدیو پرشه میبینیم. اسکی نمیدونم که پاش نداره میپره کامل درد کنیم یا اونجا درد نمیکنم اینجا کشکو خیلی پای اون خیلی تیمور سازی گرم شده بشه البته که واکوم مساج برای انسانایی که یعنی پشتشون رگ میکشه خون که خوب سرکولیت که نمیتونه پشکی درمان که میشه یعنی پشت رگ میکشه بعض حالات میشه و دردمند این که استعمال برای اونا به نهایت منفعت خوبی داره. انشاءالله که رقمی که در اکران میبینیم میتونیم که زنگ بزنیم با آدرس ما بگیم انشاءالله چی مشکلی دارین چی شکایتی دارین رقم های اینجا هستن صلاح جامعه برای همه دردا هسته دوا در هر یک دوا هسته یک شفا انشاءالله. تیمور خود گرفت چرا؟ یک دو سه اول پرتوش رفت اینی خیلی واکوم مساج نگاهی تا میمونیو کم اکک دم بگیره یعنی خنکی رای بانکو میکشه میگیره کسانی که هستن مثلا در میکنن پشتاشون استماره یک اونجا که در میکنه بعض حالت میشه که و کاری بازینی که میکنیم استماره امی چهار آخر زبلاکیور میشه مثلا میشه در حالتی که مثلا اگه اون خود کنه این خیلی مثلا ویکن اگر پشتونه همون هوی میشه آرام خواب میره اگر که زن پمته میتونیم که خیلی واکوم مساج که انشاءالله خوب و بهتر شبتونه یعنی روز میکنه خوب میریم اگر یک اونجاتون درد بکنه که برای خنکی هم فایده داره برای انسانی که یک اونجا دردمندن برای یک اونجا زخم خوردگی انشاءالله ویدیو تو خیلی
سخورمون نه رفتی ای سرت خیلی کیسه جزی کسی نداره سه نه چقدر شنگه طول سال داد فش اخمرا خریدار دیگر که هم خیلی درد میکنه کم که بعد مختار و درد میکنه میگذره اکه منصور چخلا افشنیو آشنا خیس کدیسه آشنا دکیم جو پرده است ابلیغچینی هست از باهوش کنم بچه من سر میتره روزی که چه درسته از انشالله که بانک رو میگیریم نه من فکر کردم نماز کنم سه بگیر بحث گرفتن تا بازوکی موندن تا تزون بخور روشه بشه تا خیلی سوال بسگی باید به بانکا بسید نکن بعد خونا رو تو عزیزم نکن و بخون بخون شد بمونیم بگی نکنه مساج میکنیم یعنی اصلا بیت میکنه رزگری بعد میکنه مشتی بعد ای بچه میکنیم مگنیتنی مساج как новенький будешь миленький аппаратура что مساج میگذاریم اینا دفروش هم هست این خیلی اپاراتورا دفروش هم داریم مثلش تو برادرها میتونیم که برای رقم هایی که در روی اکران میبینیم میتونیم که زنگ زنه سکس کنه و داروها هم هستن میگذاریم با قسم مگنیتنی واکومنی مگنیتنی مساج یعنی اینا تویان علومون دارن اینجا مگنیت دارن یعنی به نهایت فایده خوب دارن درد هم میکشن میگیره انشالله در اولش کم که سوزاک میکنه و بعدا یعنی فایده خوب میورن نمیشه پس خطا که سلام علیکم نمیشه بزنش پیچیدگی کنم دیگه خیلی شروع پس تا که بگم پس آنش کردیم چون بهش کردیم خیلی چرا ما تا نه چرا شتیم جات کردیم اینا چون زدم زدم بچه ها ما دکوشن زیسی بابا جان سری میپردهش بعد از آنی که یعنی مگنیت مساج کار موندیم انشاءالله میگیریم شو بزرگ کیسان در بعض عضوی انسانی که جاش در میگه در همونجا میمونیم الحمدلله یعنی میگیریم شو ببینیم به چه حالت گرفتاره بعد از اینکه موندیم یه خیلی پایچه میشوه بعد چکمونه روشنوی مساج میکنیم اما که میشه که اشوشه نمیده چخل نه اشوشه نه قفوت هم میگی یکمون 300 تا سوزان زدگیم بعد 300 تا سوزان خیلی جوش بشه با مساج میکنه جوش همین جایی که مساج میکنه جوش همجا میدم میره نمیجاز مساج که چند باش همون سورا پویم خونه که اینجا طرفه پویم میشه باش کنه که بایشش نگرم اینجا بگم انشاءالله که هم مخنکی درد من همش میگوی میره باور که همیشه تو چکر ترگی توزر توالت خور رفته نمیم یا تو جمعه من میرم مساج تا یاد بکنم ولی بچه خوب بچه خوب بوده حیف شی حیف شی آن که میبینه تاقیم تغییر و پرچتگاه ندارم بانک ها را زدن انشاءالله که پرچتگاه میپوشیم و خوناشون رو میگیریم بعد از چند دقیقه پس یک دو سه که منصور چخل گذشت پروسیدور مساج حجامه فیتاباش که کلی گیش گفته اونا چخل گذشت همه منها راستی برای مردم تفسیر نفتی نبینی جایی فهم مادامه بزنه جزیر بگرد قفاشه نه شوخی تو میکنم بچه ها
بعد مخدا ما هر روز نمی بار دیگه 3 ماه پیش بابا جون در آفیس همه جمعه کرده بود درستی گفت اگه این چی نبوده اسلوبش نبوده برای که گفت که یه بار مسکو بده مسکو که دیگه خیلی احساسات من خیلی نصیب باشه که رفتیم و میبینیم خیلی که انشالله اومدیم در نصیب مون بده بعد دنیا بوچکات میدونم راستی گفت چیکار میگم بوچکات تنها چی گپی میشه بعد اون ماگنیت زدن که یک قیمت پروسیدور هر 3 ساعت دوام داد 3 ساعت جا دوام داد یکی خیلی شما با ایش ویپسکی بده 3 ساعت تاش با اکوز با نگن که مردم که اکا چوا او 3 ساعت کرد ما در 1 ساعت جواب دادیم میشو تفسیر میتونم برای که مردم مهمونا ای خود تاجیکستان اومدن با اون خاطر یعنی حرکت و کوشش چیزی که دست ما میومد با اون خاطر یعنی کوشش کردیم تلاش کردیم الحمدلله برای همه ان شاء الله کوشش میکنیم که برای که مهمون یعنی عطای خدا میگن کو با اون خاطر حرکت کردیم کوشش کردیم چیزی که دست مون که میومد کردیم به خاطر مهمونا بگو ساعت 6 ساعت بود ای جمعه 6 ساعت جمعه ای 3 شب بود ای جمعه 6 تا تموم شد هزار رحمت راستی گفت تفسیر کردم سلام جمعه معلوم مفهوم تلفنشون در انجام مینویسن دروین خاک گفت وکی تو نبین گفت وکی جمعه نکردیم ما شما را گفته با ایجای چی گفتن نمیتونم کنم چی خیمش خیلی بیاین هبور بینین هم بهترینش همون از کلاسی مرا کرده بخوام همین زور شامی بدوخه شیگه چی باید مونان نه یکی از برنامه بهترین جمهوری ترکستان هم بچه که تیمور جان برای هم که بچه ها بشخی راستی گفت سال جمعه را تفسیر میتیم برای خودتون بیایست اگر که مخول نشد همه را در کمیتن از یکی محصول گوجتون ما رو روی کردیم خب باگون چی بشه؟ طرفی باگون سکیت کرد بله دیگه انشالله سکیت کرد یا دوخی پدرکه نه یا دوخی دیگه اینه پدرکه دوخی هم بزنین دیگه بعد که جمعه برید در سنتر مسکو دیگه هم اگه فتون فرته بله یک خوش کردنی و که منصور جان خوش آمدید خدا دوست می‌دارم کما خیلی دوج ما شناسیم و هم رفتیم ما در تاجیکستان بودیم دوستان عزیز ان شاء الله با پای قدم برادر یک آفیس نو ما شده میکنیم خیلی با که منصور جان میبینه برادرها میبینه در کانالا حرکت میکنیم با خاطر خدا هم وقت در خدمت مردم تاجیک باشیم ان شاء الله که چی در تاجیکستان چی در ایجاد فکر آبادی وطن و خدمت مردم سلامت باشه کنم با هم سرکارش نگاه نکرده همه وقت در برای مردم نیازمند و کم بغل سلامت باشه اکه بابا جان خیلی که خجامه میگم بسیارتر همین دقیقه فودم بزنیم فکر نمیکنی که از خود درمان شده هزار رحمت اکه بابا جان اکه رحمت برای دعوتون هزار رحمت برای باوری کردین گفته که اومدیم و کتیم یک جای از سیومکه کردیم ما نصیب باشه خاک گفته که ما اما تفسیر دادیم که اصولش دست خودتون هر کسی میتونین نمرشون در زنگ زنین و بیاین یا بار همین چیز در تنختون احساس کنیم بهترین چیزه هزار رحمت خدا نگهدار باشه. سلام علیکم.